بلند شو دیگه. بلند شو تو وادی خوبم. بله بلند شو هرچی استکان دارم بزن بشکن. اصلا میدونی تمام زنفلورامو بشکن. آتیشونم بشکن. آتیش بزن. آقا رشید بلند شو. من نبردون میخوام نبشکه. بلند شو آقا رشید بلند شو. رشید بلند شو دوباره تو اوراسی پرد کن. بلند شو آقا رشید بلند شو تو منو برفست کارخونه حسابمو بکن. میگم اکبر آقا نکنه زبانم داده که به هوش نیاد. این حرفا رو نزد زن دادا. حالا میرم بالا نبردون میگم زبونی مردمو پشت. رشید ساکت چی داره به هوش میاد. آب بیار. افسانه الان میگم. آب بیار. افسانه چی کردی؟ کار کردم. چی کار کردی؟ یه مقاسی چی کار کنی؟ کار کردم دادا. رشید دور شد هیچی داشت به هوش میمه قیافه نقصی ندید از هوش رفت. بی کار بودی. ببین دادا فرام 30 سال مچی دارم میکشم حق داره. باید یا مول بیده خوش باشی وقتی میبینم. آقا رشید افسانه اومد بلند شو. مادر صداش کن. آقا رشید بله وای چه از خنکه. بفرم دست درد نکنه. برو کارتا بکن تا بریم. خب بله البته باید بری سری زندگی. یعنی یه سری مراحل قانونی داره چه باید طی بشه. بله شما همش به من ایراد میگیرید. من اصلا شما رو نمیبخشم. راست میگه زند. راست میگه داد. شما خیلی آزارش دادی. من شاهد. فامیل بوده طوری که نیست که به پسرمون گفت. این حرفا چیه؟ من کجا میدم شما رو نمیبخشیدم. حالا اومد معنی نداره که به همین سادگی ببخشه. حالا مثل زنابانی داداشی من بریاد. بعد آقا فرمان یه کاری بکن چی دلش در بیاری. کچی توشه؟ بالاخره این وست به سر بگیره. برای ملیحه دختر مرد داره خدا دا ول میکنی آخار زنه دا میگیری. آقا فرام از دستم درد نکنه. گبه کردی؟ دادا خواهش این افسانه رو خودش دوست داره. افسانه باشه بهتره. خیلی برو شما تشریف ببرید تو اتاق من درست. باشه بیا بریم اکبر. دادا سفارش نکنم. درستش میکنم. عدلش در میاد. برو برید شما برد اونجا بیشی. چرا؟ بیشی اونجا کار میخوام مرد و مردونه دو کلمه با هم حرف بزن. نمیشه افسانه رو بگوی بیاد مرد و زنونه با هم حرف بزنه. نه نمیشه تو هم که مثل اونا. لا اله الا الله. ببین رشید من از همون بچگی ها به تو علاقه من بودم. یعنی دوست داشتم. خیلی این ممنون. اسکا میخوام یه زنی خوب و پاکیزه برات بشونم. من خودم انتخاب کردم دست درد نکنه. اگه منظورت افسانه سا به دردی تو نمیخوره. چرا؟ ببینم مگه یه کارگر کارخونه نمیتونه دختر یه کارخونه داره بسونه؟ دختر این برادر منو نه. چرا؟ مگه جرمه؟ جور بدتره. ده تو رو نمیبری. این افسانه چند تا مسئله داره. اگه 100 تا مسئله هم داشته باشه خودم براش حل میکنم. این نمیفهمه. بابا منظورم این است که دکترها گفتن این یه مرضی داره که شوهرشا میکشه. این که خیلی وقت منو کشته. چند تو ساده. بابا منظورم این است که دکترها گفتن یه بیماری روانی داره و همچی که ازدواج کرد شوهرش همون شب میکشه. میکشه؟ با خوشبی شانس بعد از یه عمر خاطرخواه شدم. اینم اسرائیل حساب درون.
حالا شانس آوردی که من نجاتت دادم. دست درد نکنه آقا فرامرز. میگم اون مسئله بعدی چیه؟ مسئله دوم بدتره، خطرناکتره. چیه؟ یکیز نگو یا نه تو نگفتی چند این دادام و زن دادام رفتاشو عوض شد؟ آره راستی چرا اینجوری شد؟ ها برای کاغذی چیه میگه؟ سب تو تجارالملک اسمانی هم میشناسی؟ تجارالملک اسمانی؟ تو کارخونمون کار میکرد؟ یا چند تو ساده ببینم حاجی رضا تجارالملک؟ حاجی رضا تجارالملک آره پیش آقا ما دورمونه. باریکلا خب چی تو شده؟ این بابا 6 ماه که مرده. خب چه ربطی به من داره؟ خیلی ربط داره. تمام ارث و میراث هشتش برای تو. برای من؟ برای اشتباه میکنی؟ اشتباه نمیکنم. خب برای چی؟ برای نمیبرم، ولی این نامه یست که وکیل اون خدا بیامرز فرستادیست. این حساب این صاحب این نامه رو هر کی میخونه قش میکنه. بذار من حواده داشته باشم. میخوای بیا اون جلو من حواده داشته باشم. یعنی چی؟ وای چقدر خوبه. وای قش کن بابا جو من اینجا باشه تو نمیتونی که. وای بس نمیخواد قش کن بابا، نامه اینجاست. قش رو میخوای بکنی اینجا قش کن. خب چی یاده این؟ حالا دیدی؟ تو از حالا دیگه آقا رشید آدمی پولدار شد. من؟ پولدار یعنی پولدار پولدار اکبری اگه کافه کرده این ارسیه سه میذارم هر کار دلت خواست بکنی کن خونده یه بلی رشید کوتاه اینجا این لغمه برای گل شما خیلی بزرگه. بله من بزرگه. بیا ببینم رفتی که هم بلش کن لشی بله اینجا بیا یه تا بری یعنی تبینم بلش نکن. های که منو معلوم کنی من کدوم رو بزرسونم ملیحه. نه آقا فرامرز اصلا انتخاب میذاریم گردن خودت. هر کی که خودت دوست داشتی میسونی. خیلی خوب افسر دارم کن بیا. چشم همین الان میگم شما آقا فرامرز افسر میتونیم بریم خارزنی عزیزالله برش کنده. بله من برم و بیام شما استخونه پسرچی خورده فعلا که برگه برنده پیش ماست آقا فرامرز. میبینیم و تعریف کنی. میبینیم. برو بیا اینجا با اجازه من 2 کلمه با دخترتون حرف میزنم. بفرمایید. خوشم اومد ازت آقا رشید. هر حرف میخواد بزنی اول کاریه بزن شرف. بله ببخشید افسانه خانم من میخواستم از شما سوال کنم ببینم اون مریضتون خوب شد؟ مریضی؟ بله. کدوم مریضی؟ من مریض نبودم. دختر من مریضی آقا رشید. اجازه بده یه مرضی داشتید به نام شوئل کشی. کدوم مرگم بده؟ کدوم بیوازانی حرفا به تو زده؟ اجازه چی؟ ببین دست دختر منو مریض کردن. بی خودی هاشان نکنید افسانه خانم همه چیزای آمودون به من گفت. اما واقعا از شما بعیده. مگه مجبور بودید به خاطر اینکه بعد همتون مرسید به ما تهمت بزنید؟ عذاب بوده نگی. اینا طایفتن همین جوره. چی کاره زنی؟ و دند و دم شد. خیلی ممنون. فرامرز همین الان ابتلاتش هم گم میشیم. برو بیرون. برو بیرون. من باید اول تکلیف رو روشن کنم. قرار نومده حیه بسونی. دند و دم شد. خیلی خوب. اگه 8 دفعه عروسی شهر بگیره روزگار درستی ها ببینی بابا همه عمو دارن ما هم عمو داریم. داداشی به این بی شرمی من ندیده بودم. اتفاقا من دیده بودم. دیگه اون چیه؟ خودی شما؟ آقا رشید
بله تو مادرم شوخی میکنه شوخی میکنه تو مادرم بله شوخیه بابا ماشاءالله الهی به پای دخترم پیر شه الهی سعی میکنم انشالله انشالله آقا رشید بله دلم میخواد بلند شید سرم را بری تا حضر بود راست میگه راست میگه بلند ماشاءالله چه قدی تازه نصفش تو خونمونه ماشاءالله چه هیکلی آرد مردم ماشاءالله چه دومادی چه عروسی نه ببخشید ماشاءالله ماشاءالله بفرما چشم آقا رشید بله انگار همین چند دقیقه پیش بود میخواستم بیرونتون کنم نه شوخی میکردم 2 دقیقه پیشم میخواستن اون سخونمو بخورن نه افسانه بابا هرچی بود دیگه الحمدلله تنوش دیگه آقا رشید دومادی ما نوری چشمی ما قربتی زانو منم بله بله میبینی افسانه خانم چه مامان بابای خوبی داری؟ بله خوبیه مامان بابا من اینه که کاری به شخص ندارم که اسمش چیه مال کجا چی کارم فقط ثروت شخص براتون مهمه درسته حالا اون شخص هر کی میخواد بنده سعادتی هستم وکیل مرحوم دکتر الملک خانم مدارک بزرگی بله همینجاست و در باز کنید که فکر شادی چشم بفرمایید بالا بفرمایید کیه؟ وکیل تجار الملک اومده برای کار نظام وراثت آقا رشید کوچه بله برو یه دست لباس شیک و نو منو به آقا رشید بپوش برو شب و نوعتون میدم بلند شو آقا رشید باشی اینجا هم جمع شد خود چندباره شما که برای من گشاده چی کار کنم من درستش میکنم پاشو مسئله نیست بفرمایید سلام علیکم سعادتی هستم آقا وکیل آقا یواش پدر جان ماشاءالله سعادتی هستم آقا وکیل مرحوم تجارالملک خیلی خوش اومدین بنده فشارتی هستم به حال سرکار خوبه بفرمایید حال شما خوبه مرسی حال خوب پدرتون خوبن آقا بله مادرتون خوبن بله خوبن آقا فرزندان خوبن خوبن آقا دختران خوبن خوبن آقا همسایه‌ها خوبن خوبن آقا خوبن حال شما خوبه خیلی ممنون به دست فشار به خودتون میارید دیگه من یه خود اعصابم ببخشید از کنم که رفتم کارخونه بله. دنبال آقای عباسی رشید عباس بله گفتم که خونه شما تشریف دارن بله بله ایشون این سلام علیکم سلام علیکم یالله حال شما خوبه خیلی خوش اومدین معرفی میکنم ایالی بنده و مادر خانم آقا رشید به حال شما خوبه بفرمایید بفرمایید ولی آقا رشید که عیال نداشت یه چند دقیقه اسم این زرچر بله حالشون خوبه حال شما خوبه متشکرم پدرتون خوبن مادرتون خوبن فرزندان خوبن شوهرتون خوبه انشالله به سلامتی انشالله خب آقا رشید تشریف نمیارن؟ میرسن معرفی میکنم تو مادر آقا رشید بفرمایید به چه عجب چشم ما به جمالتون روشن شد آقا پس دستتون کجاست؟ ببخشید بله حالتون خوبه بله بفرمایید حالتون خوبه بله پدر خوبن بله مادر خوبن بله خواهرها خوبن بله برادرها چطور؟ دندت نمشه مثل که حال شما خوب نیست آقا حالتون خوبه الحمدلله بله بچه ها چطورن؟ خوبه مادر خوبه حسابه خوبه فایده خوبه جانم خوبه بله خب آقا رشید نامه من به دستت رسید جانم آقا بله دستتون درد نکنه خب آقا هی خوندی با قش کردیم جای قش کردن هم داشت با مطالبی که بنده نوشته بودم باید شکه میشدید پدر حالتون خوبه خب رشید خان شناسنامه تو بده من مطابقت بکنم شناسنامه آقای فشار تو کارخونه پرونده با این چیکار کنم من میرم میام نه
من نقاشه رو میفرستم سریع بره ببین. اشکالی پیش آمده؟ نه درست میشه. شما با شناسنامه افسانه خانم رو بیاری؟ میخوای؟ بله باشه الان میگم. تا شما سیغه رو میخونید از منو میارم. افسانه خانم کیه پدر؟ زنمه. آی تو خوبه. نه آقا رشید. بله. پس عروس خانم کجا؟ ماموره شهرداری گرفتندش. برای چی آقا؟ رفته بود گل بیچینه گرفت. خوشم آمد باریکلا. خب شناسنامه که نیومد همینطور به من بگو مشخصات تو با فرم مطابقت بکنم پدر. چشم. اسم شریفتون؟ رشید. بله آقا رشید گل. نام خانوادگیتون آقای عباسی؟ عباسی دیگه. بله آقای عباسی درسته؟ خب از به خدمتون که نام پدر؟ آمون رضا. شما خونه داری؟ خونه؟ ها اجاره‌ایه، یعنی پیش عمه عزت هم. بسیار خوب. آدرس تو بده من مرموم کنم اینجا. سلام علیکم، حال سرکار چطوره؟ معرفی میکنم دخترم افسانه نامزد آقا رشید. به مبارک انشالله. حالتون خوبه انشالله. درود بینی. خب آقا رشید خان. بله. آدرس تو بگو عزیزم. آدرسمون محله قشیا. محله حالتون خوبه؟ بله بنویسید. کوچه کوکه. خب بعدش بلوار فشارکی. بله آقا. البته اتوبانن ولی خب بله بفرمایید. جنب افسانه. پلاک داره؟ نه گوشواره داره. آقا بابت آدرس بعدا خدمتتون میرسه. از شوخی که بگذریم عرض کنم که وارد مقوله اصل مطلب بشیم. از به خدمتتون عرضم که بعد از فوت مرحوم تجارالملک طبق وظیفه‌ای که به عهده بنده بود طی 3 مرحله در روزنامه‌های کثیرالانتشار آقا جان آگهی کردم و مشخص شد که تنها بازمانده مرحوم شخص آقا رشید عباسی هستند که مثل دستی گل هی حاضر است. تبریک میگیم آقا. تبریک میگم آقا رشید. تا اینکه این تلگراف پیروز به دستم رسید به این مضمون که مشخص شد در کشور کویت مرحوم تجارالملک دارای 1 زن و 2 فرزند هستند که فعلا در قید حیاتند. البته بدونید یعنی چه؟ زن بچه یه رو پیدا شدن؟ بله 1 آقا پسر و 1 خانم دختر مثل دسته گل. یعنی رشید هیچی نداره؟ یعنی رشید همون کارگری ساده کارخونه؟ یعنی ما گول خوردیم اکبر آقا. چرا نشسته؟ رشاد میری کارخونه حسابتم میکنی میرو دنبال کاره لباسم در بیار لباسم در بیار معطل نکن. منم همون رشیدا. در بیار لباسم. الو جناب آقای مصرفی سلام عرض کردم قربان. بنده فشارکیه دست بوس شما آقا. من شرمنده ببین عرقی خزارتون پیشون رو مثل بتونه دلم میخواد تا چند دقیقه دیگه خودت شاد اومد اینجا باشی. نه آقا یه سوی تفاهمی بود رفت شد بحث ارسیده بود برنت برم چشم رازم یا آقای در اینجا میخوام یک مژده‌ای به آقا رشید گل بدم پدر. مژده؟ شما که نگذاشتید من کلامم رو تموم بکنم داشتم ادامه میدادم که بریدی. بفرمایید. من با برداس مرحوم صحبت کردم. خوشبختانه انسان‌های فهمیده‌ای بودن. وقتی قضایا رو فهمیدن قرار شد کارخونه‌ای که در اصفهان به یادگار مونده رو به نام آقا رشید بکنم. بله جدی نمیگم؟ بله یعنی ما خواب نمی‌بینیم؟ نه خیر بفرمایید روایت کنید. این هم درخواست بنده اینم امضایش شده. وکیله
نه یا چی میگو کو؟ حال تو خوبه پدر جان رویت کن این آجا تبریک میگم آقا رشید. افسانه خانم بله افسانه خانم یه دقیقه بیا من سرم درد میکنه اگه اجازه بدید. یه دقیقه هستی بیا ببینی درسته درسته بابا؟ بله بابا بهتون تبریک میگم به همه آرزوهاتون رسید. بسیار خب خب آقا رشید جان من چی کار کنم؟ کتمو بیاری چشم بفرم چی میل براتون بیارم؟ چی؟ چی میل براتون بیارم؟ این کمی الان حالا بیاری باشه چشم بیارم. من چی کار کنم؟ شلوارمو درست بکش بالا خب خوبه عرض به خدمتتون که بفرمایید هفته آینده تشریف بیارید دفتر بنده با ورا صحبت کردم قرار هست که اونجا تشریف بیارن شما هم تشریف بیارید ترتیب انتقال کارخونه رو انشالله بدیم به سلامتی اینم کارت من خدمت شما باشه انشالله دستتون درد نکنه خدا کارت نگهدار. منم میخواین اگر هست بله بنده کار بفرمایید خدمت شما حالتون خوبه حالتون خوبه بله خدا حافظ شما یا الله خدا حافظ سلام علیکم حال شما خوبه قربان سلامت قربان چطورم حال شما خوبه قربان شما آی بل شما بسم الله الرحمن الرحیم جوشیده مکرم سرکار سب به زوری آقای فشارچ به مهدی که پامو گذاشتم تو خونه کیوان جونم بله بابا عزیزم بهتی چی گفتم بابا؟ گفتی خاک تو سره نه بابا بعدش بهتی چی گفتم؟ گفتی مرده شوری داره خاک مسترت کنن تقریبا البته اون که بهش گفتم که آقای فشارچ اشتباه کرده و حالا مراجعت میکنم که شما زنگ زدین رشنگا به جون خودت جلودن بسید خودت کوچیک نکن من راضی نیستم بخونم آقای فشارکی بسم الله الرحمن الرحیم آقا رشید جانم آقا یه ذره صبر مسئله اینی بحثاتون رو بکنه من هستم در خدمت قربونش ببرم صحبت کن بحث آقا بل باریکن. آقا اول باید صحبت کن. آقا فشارچ این بقیهش اینا اینجا باشه بیا اینو سرت کن اینجا نامحرم هست این مسئله واضحه چه داره واضحه تو ببینم ساعت مگه شما نبودیم چه زنگ زدین بلند شو بیا همه الان دختری ما را بسون من زنگ زدم غلط کردون که زنگ زد بله فکر کنم یه دیونه بود به ما زنگ من نمیگه آفرین درست بفرما خوش برم ها بله میرم چه چاره میذارم به اجرا تا این 90 کیلو با بشه 10 کیلو یه بار گفتم برو بذار به اجرا با میدارم تو مادم آقا رشید بخیرده و در راه خدا آزاد منو بخرید ها بله خودت نخ میخرم پسرت قصی حالا نقد افساده فردا معلوم میشه بلند شو بابا بلنش عزیزم بلند شو بینم برو گم شو عزیزم برو بیا بریم معلومت میکنم خوش اومدی برو بریم بفرما هرچی میکشمت دستا دیونه برو بیرون خب حقم کن مثل که حرفاتون تموم شد بله بله اولش همینطوره آقای مصطفی آقای مصطفی کجا رفت؟ آقای جناب آقای رحمان بود اسمتون بله بله شما میگه برای انجام امری خیر تشریف نیاوردم بله بله خب عزیز من عروس آماده اومادم آماده پدر مادر عروسم آماده به 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 اگه غیر قانونی نباشه انشالله مبارک باشه آبادا بفرما آقا داماد شما هستید بله، بله بله. عروس خانم هم ایشونم بله الان میگم بیان عروس اگه عروس خانم آماده نیست من کار دارم. نه آقا مادر شما بفرمایید میشین من همین الان میگم بیان
بگیم اصلا بفرم شناسنامه تو بده بشن شناسنامه عروس این شناسنامه کیه؟ بله این مال عروس خانم بله خب بفرمایید زود باشید عروس خانم نه بابا بگو نیست عروس خانم بیان بیان اومدم بله بفرم آقا داماد شناسنامه الان بدون الان می بابا بگو شناسنامه ندارم بابا واسه باریدی بابا سلام نکن ببخشید ما شناسنامه که گفتیم ما زنگی رفتیم نورده بونا بفرم آقا من پریدوست چی رو شیر نمیستونی با ملاحظه میاری ملقی ها من نمیلقم من میرم خدمتتان خب آماده باشید بله چشم آقا داماد بله. بنده وکیلم نه وکیل رفت حالتون خوبه آقا رشید بگیرید سر تو رو آخرش منو تورم کردید بله بگیر مادر تو ماخیش قومی کسی نداره بیاد بگیرد اینا پیش قوم ما شما این آقا رشید بعدش ما همه کسی ما بله آقا داماد آماده ای؟ بله عروس خانم آماده ای؟ بله به سلامتی بسم الله الرحمن الرحیم دوشیزه مکرم سرکار خانم افسانه فشارکی آیا به بنده اجازه میده؟ وکیلم انشالله مبارک باشه ما چی کار کنیم که؟ ننرزیم سرمون هم بیکنم نریزیم همون رخمون کنیم باشه سال بعد بده اونجا باشه چیکار کنیم آقا رشید؟ دست دردن کنم بفرم آقا رشید مبارکت باشه آقای وکیل به جوری خودت نمیدونی با اومدنه تو این خونه چه جشن و سروری برپا شده اتصال بله اصلا خدمتتون میگه سلام مبارکه اما در اتفاق آرزی و مشکلاتی که من در سبیل حضوران خدمتتون هستم مشکل بله مشکل که مشکل